سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 25 دکبر همراهی شما. مقامات انتظامی تاجیکستان امروز صدها کیلوگرم مواد مخدر را در آتشدان مخصوص نابود کردند. مراسم آتش زدن صدها کیلوگرم هروئین، تریاک، افیون در حضور مقامات دادگاهی و انتظامی در آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر در شهر دوشنبه برگزار شد. از اول سال باری چهارم است که در اجنسی نظارت مواد نشاور برای سوزانیدن نیز نابود کرده می شود. از اول سال در اجنسی زیاده از 1 تن 278 کیلوگرم مواد نشاوری گوناگون برای سوزاندن نیز نابود کرده است. از روی قریب 150 پرونده جنایی که حکم سود قوه قانونی پیدا کرده است. بر اساس قانون مواد مخدر مصادره شده در تاجیکستان بعد از آن نابود کرده می شود که دادگاه نسبت آنهایی که می خواستند این مواد زهرآگین را قاچاق کنند حکم صادر کرده است. تاجیکستان همسایه افغانستان و بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است و سالانه از آن کشور به تاجیکستان صدها کیلوگرم هروئین، افیون و تریاک قاچاق می شود. وکیل دفاع یکی از زندانیان خبرساز تاجیکستان به سازمان ملل مراجعت کرده است اجازه ندهد که صدرالدین تاشف به زندان نظام شدید انتقال داده شود. فیض نسا واحد و روز 25 دکبر به رادیو آزادی گفت او به کمیته مبارزه با شکنجه در سازمان ملل همین گونه درخواست فرستاده است. تاشف در همون مؤسسه رژیم مخصوص عضو جزا نموده بود و با همون مأموریتی همون مؤسسه در مناسبت‌های خود قرار ندارد و تهدید به حیات ویش است. شاید و اینجا از قصد میگیرن و دیگر که کانفلیکت داشتن و یا بنابراین ما این چیز هم در نزد کمیته شکنجه سازمان ملل متحد گذاشتیم. اول ماه دکبر دادگاه شهر خوجند پرونده صدرالدین تاشف را که به هم زدن ترتیبات در زندان و پنهان کردن اطلاعات بر دروغ متهم شد دیگر باره بررسی کرد و حکم 9 سال زندان او را به تغییر گذاشت. صدرالدین تاشف ماه سپتامبر سال 2013 به آن گناهکار دانسته شد که گویا از درون زندان نوارهای بردروغی را درباره عذاب و شکنجه زندانیان نشر کرده است. صدرالدین تاشف که بعد 20 سال ادای زندان برای آزادیش کمی بیشتر از 3 سال مانده بود، برای نشر این گونه ویدیوها به 9 سال دیگری زندان محکوم شد. با نزدیک آمدن سال نو و سنه برگزاری انتخابات پارلمانی آمادگی ها به این کارزار مهم سیاسی تاجیکستان بیشتر می شود. در روسیه میزبان صدها هزار مهاجر کاری تاجیک نیز قرار است چند نقطه رایدهی برای ساکنان تاجیکستان باز کنند. انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 1 مارس برگزار می شود. مسیحیان در تاجیکستان شام 24 دکبر جشن مولود عیسی مسیح را تجلیل کردند. نیایش اساسی در کلیسای کاتولیکی شهر دوشنبه برگزار شد. راهب این کلیسا پدرو به رادیو آزادی گفت که پیروان کاتولیسیسم در تاجیکستان همگی 100 تا 110 نفرند و اکثریت آنها شهروندان خارجی هستند که در تاجیکستان کار و زندگی میکنند. باقی مانده کاتولیکا از نمایندگان اقلیت‌های ملی تاجیکستان هستند و آنهایی که به این دین گرویدند. Я на своей работе за столько лет все знают, что я исповедую католицизм, и все мои коллеги практически мусульмане, и ни разу не было того, чтобы меня кто-то попрекнул этим, то, что я не хожу в мечеть. راهب کلیسای کاتولیک هم به رادیو آزادی گفت پیروان این مذهب در تاجیکستان هیچ گونه مشکل ندارند و مناسبت تاجیکان با آنها خوب و برادرانه است. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.